سفیران کشورهای ترکیه و روسیه از وضع صفباری تجارت در تاجیکستان شکوه کردند. سفیر ترکیه در تاجیکستان در مصاحبه‌اش با سامانه آسیا پلاس گفته است تجارت بین تاجیکستان و ترکیه در سال 2015 حدود 33% کم شده. ترکیه را از مقام چهارم شریکان تجاری تاجیکستان به مقام پنجم پایان برده است. احمد آسیم ارر سفیر ترکیه گفته است در تاجیکستان زمینه حقوقی برای پیشبرد تجارت و کفالت بخطری سرمایه گذاران خارجی ناکفایه است که صده برای وارد شدن سرمایه گذاران خارجی می گردد. او به این سوال که آیا ترکیه حاضر است سرمایه و تجارت‌هایی را که با سبب وضع ناخوب مناسبات ترکیه و روسیه از روسیه بیرون می‌روند وارد تاجیکستان کند، گفته است برای این کار در تاجیکستان زمینه خوبی حقوقی و کفالت بخطری کفایه نیست. این حرف من تنها به سرمایه ترکیه ربط ندارد، عموما تمام سرمایه گذاران خارجی را در نظر دارم، گفته است سفیر ترکیه. در همین حال سفیر روسیه در تاجیکستان ایگور لیاکینفرولوف از گرانی انداز در تاجیکستان شکوه کرده گفته است گرانی انداز درآمد و صرف شرکت‌های روسی در تاجیکستان را مساوی کرده است. سفیر روسیه از آن ابراز نگرانی کرده است که گرانی انداز می‌تواند مسئله ماندن شرکت‌های روسی در تاجیکستان را زیر سوال برد. اندازه‌سپارندگان بزرگ روسی در تاجیکستان بعد سانکتودا یک شرکت‌های موبیلی بیلاین و مگافون میباشند. چند پیش یکی از کلانترین شرکت‌های موبیلی در تاجیکستان تلیا سونرا مالک TCL اعلام کرده بود که ترک تاجیکستان کند. بلندی انداز را دیرکتور گنرالی شرکت بیلاین کنستانتین کولسوف نیز تصدیق کرده بود که بیلاین در 14 کشور دنیا فعالیت می کند، اما بلندترین انداز در تاجیکستان است. کارشناسان می گویند که در تاجیکستان به استثنای بلندی انداز خودی مقامات انداز با بهانه نارسایی بودجه شرکت‌های موبیلی را چون یگانه منبع درآمد حسابیده به دوش آنها اندازهای سرباری و جریمه‌های هنگفت بار می‌کند.